سلام. امروز شهریور 404 23 شهریور. معمولا کلاغا یا سنجابا و جوجه تیغیا هسته میوه ها رو میارن اینجا تو خاک برام قایم میکنن، یعنی برای خودشون قایم میکنن ولی در واقع یادشون میره برای من میکارنش. حالا امروز یه چیزی پیدا کردم بغل درخت انجیره. این انجیر فسقلیمه، قراره بزرگ بشه. فسقلی. خب اینو من اینجا پیدا کردم، منتها الان نمیدونم چیه. درخت، فکر میکنم درخت باشه، منتها چه میوه‌ای نمیدونم. باید وایسم تا بهار 1405 که بفهمم این چیه برام کاشتن. معمولا هم همون کلاغ بیشتر میاد میکاره، چون نوکش قویه، خاکو میکنه. وقتی من درختامو آب میدم هسته ها رو میکاره. ولی اگه کار کلاغ نباشه جوجه تیغیه. اگه جوجه تیغی نبود یه سنجاب وحشی. ببینم چی برام کاشته.